حاکمیت دگرباره امارت اسلامی در افغانستان با گذشت 5 سال تنها از سوی روسیه به رسمیت شناخته شد. مسئله‌ای که واکنش امارت اسلامی را در پی داشته. در تازه ترین مورد، رهبر امارت اسلامی روز گذشته در قندهار در برنامه به مناسبت 5 سالگی حاکمیت از عدم به رسمیت شناسی حکومت کنونی از سوی جامعه جهانی انتقاد کرد. گفت که افغانستان طرفدار پیوندهای نیک با جهان بر پایه شرعیت اسلامی است. همزمان عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست وزران نیز میگوید که کابل اکنون با نزدیک به 40 کشور جهان از جمله شماری از کشورهای اروپایی پیوند و تعامل دارد. حالا پرسش این است که چرا این تعاملات دیپلماتیک به شکل رسمی اعلام نمی شود تا به رسمیت شناسی امارت اسلامی رقم بخورد و بیانجامد. درود بر شما، من عایشه شریفی هستم. مهمان من در این نبض خبر آقای سید ذکرالله هاشمی، آگاه مسائل سیاسی هستند. هاشمی صاحب سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. میخوایم بحث را از اینجا آغاز بکنم. چرا امارت اسلامی تا اکنون جز از سوی روسیه از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده؟ الحمدلله وحده و الصلاة والسلام علی من لا نبی بعده و ما بعد. محترم، برای شما برای بینندگانتان سلام های خود را تقدیم می‌دارم. راجع به این سوالتان که روسیه چرا تنها یک کشوری است که در دنیا امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت شناخته، میخوایم در این مورد دو صحبت مهم را برای بینندگانتان تقدیم کنم. یکی که این دلیل یا این بهانه که دولت‌های غربی و غیره پیش میکنن که ما رسمیت افغانستان را به رسمیت نمیشناسیم از خاطر که اموراتی یا چیزهایی که در دنیا یا در بین‌المللی در سطح بین‌المللی مراعات نکرده، لحاظا ما به رسمیت نمیشناسیم. چون که روسیه یکی از 5 دولت‌هایی که در ملل متحد یا در شورای امنیت حق ویتو داره و یکی از ابرقدرت‌های جهان است که امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت میشناسه. معنایش این است که امارت اسلامی افغانستان همه اون چیزهای اموراتی که برای رسمیت شناختن یک اداره، یک دولت در دنیا معمول است، او را امارت اسلامی افغانستان پورا کرده و این بهانه غرب و دولت‌هایی که در همجوارش میگرده این اصلا دروغ است و این غیر قابل قبول است. این یکی. دوماً روسیه در این نتیجه رسیده و واقعیتی که در افغانستان معمول است و که امارت اسلامی افغانستان حاکم فعلی افغانستان بوده و در عین وقت است فی الحال. لذا همو چیزایی که باید یک دولت را اجرا بکنه یا او را ادا بکنه، او را امارت اسلامی افغانستان پورا کرده، لذا افغانستان را به رسمیت شناخته است. هاشمی صاحب، عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست وزرای امارت اسلامی میگه که کابل اکنون با نزدیک به 40 کشور جهان تعامل و پیوندهای نزدیک داره. میخوایم بپرسیم وقتی این کشورها روابط دیپلماتیکشان با افغانستان ایجاد کردن و دارن، چرا امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسن؟ روابط دیپلماتیک اکثر کشورها تقریبا تا 40 کشور با افغانستان داره، اما در رسمیت نمیشناسن. این دو بعد داره. یکی بعد داخلی خود از کشورها است، دوم بعد ترس از امریکا و نظام صهیونیستی جهان است. مثلا یک بعد داخلی از کشورها از این خاطر است که اگر فکرتان باشه امریکا وقتی که سر افغانستان تجاوز میکرد و افغانستان را زیر اشغال آورد، در آن وقت نه تنها خود امریکا بلکه دولت‌های ناتو و همچنان کشورهای جهان را کلگیر امرای خود از ناحیه میدیا و سیاسی و نظامی امرای خود استاد کرد. یعنی تقریبا اگر بگوییم که همه جهان سر افغانستان تجاوز کردن و اشغال کردن افغانستان را و یک حکومت غلام ایجا مقرر کردن. لذا در طی 20 سال اینا در داخل کشورهای خود از مالیات دهندگان خود پیسه جمع کردن و در میدیا علیه امارت اسلامی افغانستان و علیه مردم افغانستان مجاهدین افغانستان تبلیغات منفی کردن. لذا اونا در دولت‌های خود در داخل کشورهای خود اون احزاب یا او کسایی که حاکم هستن اونا نمیتونن که طور زود سر مردم خود ای را بقبولونه که تا دیروز مثلا امارت اسلامی افغانستان اعضایش مثلا تروریست بود و چگونه میشه که حالی تو به رسمیت شناخته شود و این یک دولت معترف بشه. لذا این یک بعد داخلیشان است. بعد خارجیشی است که امریکا و صهیونیست‌های جهان که همه نظام سیاسی و اقتصادی دنیا را زیر دست دارن،
اونا تا که به اینا اجازه ندن اینا اقدام نمیتونن. حتی خود دولت های اروپایی یعنی اتحادیه اروپا هم این جرأت نمیتونه که تا امریکا برشان اجازه نده که افغانستان را، امارات اسلامی افغانستان را یا هر دولت دنیا را اینا به رسمیت بشناسند، نمیشناسند تا وقت را که اجازه امریکا را نگیرن. هاشمی صاحب، در کنار حرفای آقای حنفی، رهبر امارت اسلامی هم در تازه ترین مورد روز گذشته در قندهار گفت که خواستهای غیر شرعی کسی را نمیپذیره و به جایش به حقوق الهی متحد است و عنوان کردند که خواستهای بیرونی ها بیجا است، یعنی فرمایشات بیجا است. میخوایم بپرسم این خواستهای غیر شرعی کدام موارد است که برای امارت اسلامی پذیرفتنی نیست؟ رهبر امارت اسلامی افغانستان که در روز فتح مبین افغانستان در قندهار صحبت داشتند، ای را خاطر نشان ساخته که هیچ موردی از دنیا را که خلاف شریعت اسلامی باشه اینا را ما قبول نمی کنیم. لذا اینجا یک دولت اسلامی شرعی است، لذا با دنیا هم به همین تعامل پیش میرن. حالا گفتیم شما سوال کردین که کدام موارد غیر شرعی است. از خود مواردی که اونا غرب میخواه ما و شما از میدیا خبر داریم. میدیا صحبت میکنه دولت‌های اسلامی را که زیر فشار خود آورده، چند موارد عمده ای است که با نصوص شرعی کامل خلاف است. اولا در سیستم مالی جهان سود یعنی یک چیزی است که باید باشه، یعنی لازمی است. دیگه حال اگر شما سائل کنین در قرآن کریم خداوند متعال سود را محرم کرده و سر مسلمان ها حرام گشتانده، لذا این خلاف شریعت است. دوما در مسائل اجتماعی اونا انواع یا جنس بشری را با 36 جنس اونا تقسیم کردن. حالی است که جنس بشری به دو قسم است، یکی مرد است یکی زن است، یعنی خانوما و آقایان است. لذا دو جنس ما داریم که در بشریت وجود داره، اما اونا از ناحیه فکری که اونا برش دارن این جنس را به 36 جنس تقسیم کردن. لذا ما شما میبینیم که در دولت‌های همسایه مثل پاکستان، مثل دیگر دولت‌های عربی زیاد او تو چیزای رایج کرده که در غرب رایج است، اینجا به زور به سر تو قبول میکنه. همچنان این تو چیزایی است که او خلاف شریعت است. ما شما از طریق میدیا، از طریق اخبار، از طریق گفتمان از اونا میشنویم، یعنی نیاز به این نداریم که ما به این سوال کنیم که چی چیزی میخواد از پیش ما. ما شما دموکراسیشون در افغانستان هم دیدیم، دموکراسیشون در اروپا هم میبینیم، حالت مردم هم میبینیم، اونا چه رقم زندگی میکنه، چه رقم مردم در این تو حالت رسیده. لذا اونا اکثر خواستایشان که است حتی از دولت‌های اسلامی خلاف شریعت است. مثلا سود باید رایج باشه در سیستم بانکی، همچنان در مسائل اجتماعی باید که ایجا جندر به دو قسم نباشه. ایجا بر مسائل دیگه که ذکرش خوب نیست که شنوندگان و بینندگان ما شما میبینن دیدن در کسایی که در اروپا و در غرب زندگی میکنه، حتی در دیگه دولت ها، یعنی این چیزایی است که تقریبا اکثریتی که اونا خواستار دارن در منشور ملل متحد هم نیست. اینا از دولت ها خواهش میکنن و به اساس قرض و قرض دادن و به اساس فشارهای اقتصادی را سر دولت های جهان قبول میکنن. یعنی حتی پاکستان رو بگیریم مثال، دیگه دولت ها رو بگیریم، زیادی تو چیزا است که خلاف شریعت. واضح یک مسلمان عادی میفهمه که خلاف شریعت است، اونا را به زور سرشان قبول میکنه، در قوانینشان جای میده، باز بعد از او امرایشان تعامل میکنه یا امرایشان قرض میده. لذا امارت اسلامی افغانستان هیچ وقت مثل که عالی قدر جناب امیرالمومنین صاحب اعلان کرده و سیاست امارت اسلامی افغانستان نمی است که یک نظام شرعی استوار به احکام شریعت اسلام در افغانستان قائم شده و به اساس از او تعامل میکنه و هیچ چیزی که هر چیزی که خلاف شریعت خدا باشه و قابل قبول هم نیست و اونا را قبول هم نمیکنن. بله آقای هاشمی، وقت رهبر امارت اسلامی میایه از رویکرد جهان انتقاد میکنه که چرا امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسه، فکر میکنین همین مسئله برای جهانیان مهم باشه و سبب از این شود که در رویکردشان در قبال افغانستان تغییرات بیارن؟ غرب و ملل متحد و امریکا در رأسشان و دیگر دولت‌ها صحبتی از حقوق بشر میکنن، صحبتی از تمامیت ارضی دنیا دولت‌ها میکنن، صحبتی از عدم تداخل یا عدم تداخل در امور دولت‌ها میکنن. لذا در این ناحیه باید برای از اونها یک ایچی باشند که باید هم فکر کنن هم سرازی عمل کنن. چرا که تا دیروزه که در افغانستان اینجا یک وحشت روان بود، یک اشغال بود، اینجا یک دولت غلام حلقه به گوش وجود داشت، هر اوامر
غرب را قبول میکرد، اینجا هر نوع فساد مالی و اداری را در افغانستان انجام میداد، او را به رسمیت میشناختند. حال امروز که امارت اسلامی افغانستان حاکم به تمام جغرافیای افغانستان است، در افغانستان یک امنیت سرتاسری، یک حکومت مرکزی ایجاد کرده، در مسائل اقتصادی قدم‌های زیاد خوب برداشته، مردم افغانستان در امنیت شدند. امروز ملل متحد و دولت‌های جهان افغانستان را به رسمیت نمیشناسند. پس معنایش این است که در دنیا نه حقوق بشر مطلوب است، نه این چیزایی که شعارهایی که اینا میدن، نه اینا مطلوب است، نه به عین وقت او چیزایی که در منشور ملل متحد آورده نه اونا مطلوب است، بلکه او چیزای مطلوب است یا او چیزای اینا خواسته و بهانه جویی میکنن، او چیزایی که در منفعت خودشان است و نظام اجتماعی با اساس امپریالیستی که جور کردن با او اساس پیششان مطلوب است و اونا دولت‌های جهان از زیر فشار میاره. در کنار از اینکه امارت اسلامی میخواهد روابط دیپلماتیک داشته باشه و به رسمیت شناخته شود، رهبر امارت اسلامی تاکید کرده که افغانستان طرفدار پیوندهای نیک با جهان است که بر پایه شرعیت اسلامی استوار باشه. این پیش شرطه که تعاملات بر اساس شرعیت باشه. چقدر فکر میکنین پذیرفتنی باشه برای جامعه جهانی و مخصوصا غرب؟ سیاست امارت اسلامی افغانستان به اساس شریعت اسلامی هم در داخل هم در خارج استوار است و به او عمل میکنه. سیاست شرعی خارجی اسلام و شریعت اسلامی است که یک احترام متبادل بین دولت ها باشه و در عین وقت دولت ها یکی در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نکنند. تجاوزانه عمل هیچ وقت در اسلام نیست مگر کسی تجاوز کنه سرش. مثلا ما در افغانستان در طی 100 سال اخیر 3 دفعه زیر حملات انگلیس آمدیم و انگلیس در افغانستان شکست خورده و ما هیچ وقت در انگلستان نرفتیم که حمله کرده باشیم. باز زیر اشغال روسیه آمد، اتحاد جماهیر روسیه مثل که دیگر دولت‌های اسلامی را، تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان، این دولت‌ها را زیر اشغال خود گرفته بود، در افغانستان هم تجاوز کرد. باز مردم افغانستان مسلمان، مردم افغانستان اونا رو شکست دادن. این دفعه امریکا، همراه ناتو و همراه جمعی کشورهای دنیا در افغانستان تجاوز کردن، نه افغانستان در اوج نرفته. لذا یک سیاست شرعی، سیاست اسلامی حتی بر دنیا یک سیاست پرامن است، یک سیاست برادری انسانی است که اینا میتونن انسانا با هم تعامل داشته باشند. در سیاست و اخلاقیات اسلامی است که تعامل اقتصادی بین بشر میشه، ما بین مسلمان دیگر کشورهای دولت صادرات میشه، واردات میشه، با اساس اقتصادی میتونن با هم تجارت بکنن، تجارت داشته باشن. شما تاریخ اسلام که دارین، از روز اولی که نبی صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره میثاق مدینه منوره اعلان کرد تا این روزه که ما و شما سیل کنیم تا که آخری خلافت عثمانی بود، اینمی تعامل محترم بین دولت ها بود تا که او دولت ها سر عالم اسلامی تجاوز نکرده، هیچ وقت به عکس العمل گرفتار نشدن. لذا حتی تاریخ همین 30 سال گذشته را شما سعی کنین که غرب در همین دولت‌های اسلامی مثل افغانستان و مثل عراق و یمن و لبنان، در این دولت‌ها حال فی الحال در غزه شما خودتان شاهد حال هستین، در ایران اینا چقدر انسان‌ها را، چقدر مسلمان‌ها را اینا شهید کردن، چقدر خانه‌ها را خراب کردن، چقدر وحشت کردن. آیا مسلمان‌ها این کار کردن؟ نه، اینا آمدن تجاوز کردن، افغانستان را گرفتن، اینا آمدن تجاوز کردن، صهیونیست‌ها را در فلسطین جابجا کردن، اینا آمدن مثلا عراق را اشغال کردن. لذا به نظر من بهترین گزینه، بهترین چیزی، بهترین پیغام بر دنیا، بر ملل متحد و بر امریکا و بر اروپا، بر کلگی است که ما به اساس تعامل شرعی امرای زنا عمل میکنیم. چرا در اسلام هیچ وقت تجاوز اجازه نمیده، اما دفاع از نفس فرض میکنه سر یک انسان مسلمان. لذا به نظر من بهترین گزینه است. این غرب هم میفهمه، این دیگه دولت‌های دنیا هم میفهمه که با اساس شریعت اسلامی اگر رفتار بکنن، برای از اونام یک پیغام امنیت است، برای از اونام یک پیغام صلح است، برای از اونام پیغام تعامل اقتصادی سیاسی بهترین احترام متقابل است، نه ای که خدا نخواسته برای از اونها تهدید باشه. با کمال تاسف که در دنیا حال یک نظم صهیونیستی حاکم است که اونا با دید امپریالیستی یا با دید کمونیستی به دنیا نگاه سیل میکنن. عالم اسلامی را و شریعت اسلامی را و نظام اسلامی را اینا را اصلا در ضدشان عمل میکنه، از خاطر که اینا نمیخواین که در دنیا اینطور یک سیستم بیاید
که او علیه سود باشه و علیه تجاوزاتی که سر بشر میشه. اینما فی الحال شما خودتان میبینین که اینا بشر را به چند تقسیم کرده. همه جهان تقریبا غلام بانک ها گشتن. شما در اروپا و امریکا سیل کنین، اینا خانهشان به اساس سود، موترشان به اساس سود، درس خواندنشان به اساس سود، علاجشان به اساس سود. این دنیا خود بشریت از این سیستم امپریالیستی و دیگه به تنگ آمده. لحاظا یک بهترین گزینه است که از طریق شریعت اسلامی تعامل با اونا. لحاظا به نظر من که یک پیام صلح، یک پیام برادری انسانی، یک پیام یعنی چیزی داره که باید همه دولت ها احساس امنیت را کنه با افغانستان. همه دولت ها به این بفهمه که افغانستان یک دولت مستقل است، یک نظام شرعی اسلامی داره، به اساس اخلاقیات و سیاست اسلامی تعامل میکنه. لحاظا هیچ وقت تجاوز نمیکنه، هیچ وقت در امور دیگه دولت ها دخالت نمیکنه، هیچ وقت اونا ایتو یک عمل نمیکنه که علیه دیگه دولت ها باشه. لحاظا باید افغانستان را به رسمیت بشناسه، باید به اساس اخلاقیاتی که اونا دارن باید با امارت اسلامی افغانستان تعامل بکنن، احساس امنیت را از امارت اسلامی افغانستان بکنن، از مردم افغانستان بکنن. لحاظا به نظر من که ایره حتی غربم درک کرده، ایره شرقم میفهمه، همشون میفهمه که یک گزینه بهتری است، چون که اونا حال زیر تسلط صهیونیستا و به اصطلاح همون مردم مالی جهانی که در زیر دست صهیونیستا است، زیر اثر و تاثیر از اونا آمدن. لحاظا اونا اقدام نمیتونن، اگر نه بهترین پیام است و بهترین گزینه است. در آخرین پرسش آقای هاشمی میخوایم مطرح بکنم، 5 سال تمام از حاکمیت دوباره امارت اسلامی بر افغانستان میگذره. خواستهای جهان و این طرف امارت اسلامی کاملا روشن شده، حداقل در امین 5 سال. چرا یک راه تعامل و گذار هنوز جستجو نشده و عملی نشده که حداقل هم خواستهای امارت اسلامی هم از جهان پذیرفته شود و بیاین تعامل بکنن روی یک رویکرد مشخص و خاص؟ نظر من در این شک نیست که بعد از 5 سال و حتی در اول روزایی را واقعیت را غرب و شرق و دولت‌های اسلامی و عربی و غیره کلگی درک کرده بودند که باید افغانستان به رسمیت شناخته شود، باید بر افغانستان امرایشان تعامل خوب صورت بگیره. لحاظا ما بعض دولت‌ها را میشنویم که در کنفرانس‌های بین‌المللی میگن، یادآوری میکنن که باید با افغانستان، حتی دولت‌های اروپایی ایرا میگن که باید با افغانستان یک تعامل دیپلماتیکی صحیح شروع شود. آمده می که چرا اینقدر روان کنده سیره؟ در سوال اول براتون جواب دادم که اینا مسائل داخلی خودشان است، مسائل اموری هستند که اونا یعنی اگر ما بخواهیم یا نخواهیم اونا اصلا اینا را به تو زودی تقبل نمیتونه که یک نظام اسلامی در دنیا بدرخشد. شما خودتان سیل کنین در مسائل اقتصادی افغانستان چقدر پیشرفت کرده خودتان، یعنی ایره شاید درک نشوه کسی بگه چی پیشرفت کرده والا مردم اینجا مسکینت است. خو این مسکینت که است، این میراث 100 ساله که در اینجا دولت‌های به اصطلاح به وجود آمده یا به اصطلاح کاپیتالیسم یا کمونیستا یا دیگه کسی هیچ وقت اونا با اساس شریعت اسلام تعامل نکردن. شما خودتون ببینید در این 5 سال امارت اسلامی افغانستان بسته حکومت افغانستان را با کلگی چالش ها به عواید خود میچلانه، یعنی عواید خود دولت میاد به سر خود دولت مصرف میکنه. این یک کلان دستاورد است. کسایی که اقتصاددان از اقتصاد کار میکنه این برشان معلوم میشه. فساد در اینجا ریشه‌کن کردن، چی اخلاقی بود، چی مالی بود، چی اداری بود و حال مبارزه میکنه. اینجا تروریستایی که خود امریکا اعلان میکرد که 21 گروه اونا ایجا آورده بودن، فعال ساخته بودن، اونا را از بین بردن. در افغانستان یک امنیت سرتاسری آمد، به اصطلاح کلگی جغرافی افغانستان را زیر کنترل خود آورده، یک حکومت مرکزی قوی به وجود آمده. واقعیت‌ها را که در 5 سال هر چقدر مقدار که دولت‌ها کشف کردن یا فهمیدن، این حقیقت‌ها را درک کردن، انشالله که در آینده هم اینا درک میتونن و انشالله درک میکنن و امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت میشناسن. نقطه بعدی مهم ای است که حال الحمدلله افغانستان در داخل خود کار میکنه. امارت اسلامی افغانستان پروژه های کلانی که زیر دست گرفته کار میکنه، سرش از عواید داخلی خود کار میکنن. در یک نقطه مهم ای است که در جمعی پروژه هایی که در داخل افغانستان کار شروع است 99% شرکت های داخلی خود افغانستان کار میکنه، خود تجارای افغانستان کار میکنه. یک کلان دستاوردی است در دنیا. اگر شما سیل کنین دولت های جهان زیر اسارت شرکت های گلوبالایزیشن که میگن یا دولت اینترنشنال یا بین المللی، شرکت های بین المللی است که اونا حتی مردم خودشان نمیتونه که یک پروژه را بگیره.
حالی است که در امارت اسلامی افغانستان، در داخل افغانستان الحمدلله از پروژه خرد ببینید تا پروژه کلانترینش خود شرکت‌های ملی میکنه، خود تجارای داخلی افغانستان سرمایه گذاری میکنه. لذا به نظر من که افغانستان انشالله رو به خوبی است. افغانستان رو به امنیت سرتاسری و حکومت مستحکم مرکزی است و در عین وقت اقتصاد افغانستان الحمدلله رو به خوبی است. سپاسگزارتان آقای سید ذکرالله هاشمی، آگاه مسائل سیاسی، از حضورتان در برنامه و اینکه فرصت گذاشتین. به این ترتیب رسیدیم به پایان نبض خبر. تا بعد، بدرود.